توی دیوار مدرسه ما نوشته بود آدمی ساخته افکار خویش است، فردا همانی میشود که امروز میاندیشیده. بعد این علی آمد صبح به صبح ساعت 7:30 صبح میخوندم، روزی 10 دقیقه 5 دقیقه ذهن منو درگیر می‌کرد. دوباره من میرفتم سر کلاس، همینجوری مینشستم، معلم میومد درس میداد، تمام شد، من دوباره موقع برگشت اینو من میخوندم. هی علی آقا این کم کم عین تبری که آروم آروم میزنه به درخت‌ها بالاخره میافته دیگه. اون داستان این که من قهرمان شدم اون دو خط بود علی آقا. من اومدم با خودم فکر کردم من تهش مهندسم بشم هیچ خبری نیست، ولی من قهرمان میتونم بشم، من میتونم رکورددار جهان بشم. اگه این جمله درست باشه من میشم، من مطمئنم توی جوانان قهرمان بزرگسالان جهان میشم. علی قانون و قواعد اگه بذاری توی کتاب توی دفتر اصلا هیچ جوره من نباید قهرمان جهان میشدم. من نه مربی داشتم علی آقا، نه امکانات در سطح، اصلا من سطح کشور نداشتم.